با نام خدا، با سلام. دکتر ابراهیم زاده هستم. جلسه دیگه از درس فیزیولوژی گیاهی رو میریم که با هم داشته باشیم. آخرین مطلبی که جلسه گذشته بهش رسیدیم این بودش که با توجه به نقش رنگیزه ها و ساختمان رنگیزه های مختلف فتوسنتزی، برای اینکه این رنگیزه ها بخوان کار خودشون رو به درستی انجام بدن، لازمش اینه که در یک جا متمرکز بشن. پس بحث امروز ما رو شروع میکنیم با محل تمرکز رنگیزه ها. محل تمرکز رنگیزه ها بجز تو جلبک های سبزابی و باکتری های فتوسنتزی در اندامکی به نام کلروپلاست هست. پس این دوتا موجود جلبک سبزابی و باکتری فتوسنتزی رو فعلا میذاریمش کنار، چند دقیقه بعد بهش میرسیم. برای بقیه موجودات فتوسنتز کننده محل تمرکز در داخل کلروپلاست هستش. میخوایم در مورد شکل کلروپلاست بگیم. کلروپلاست ها به اشکال مختلفی به خصوص در جلبک ها دیده میشن. اونقدر شکل کلروپلاست در جلبک ها متفاوته که یکی از راه های شناساییشون شکل کلروپلاستشون هست. پس یه بررسی کوچیکی در مورد شکل کلروپلاست در جلبک های مختلف داریم. توی زیگنه ما دو تا کلروپلاست ستاره‌ای می‌بینیم. تو شکل دومون میتونیم این رو ببینیم. کلادوفورا و اودوگونیوم رو داریم. کلروپلاستاشون بند و مشبک هستن. شکل 3 و 6 مون هست. توی اسپیروژیر یک یا دو نوار مارپیچی، کلروپلاست به صورت یک یا دو نوار مارپیچی دیده میشه. در اولوتریکس فقط یک کلروپلاست تیغه‌ای رو ما میتونیم ببینیم. شکل 4 مون رو داریم. توی دراپارنالدیا کلروپلاست به صورت یک حلقه استوایی هست. در شکل 5 میتونیم این رو ببینیم. بنابراین تنوع شکلی رو در کلروپلاست جلبک های مختلف میتونیم در این تصویر داشته باشیم. در مورد دانه پیرنوئید یه مختصر بگیم. دانه های پیرنوئید دانه هایی هستند که در واقع نشاسته‌ای هستند. برای اینکه دانه پیرنوئید رو توصیف کنیم، یک مثالی که میزنیم این هست. فرض کنیم یه پرتقالی داریم، میخوایم آب بگیریم، از کمر برشش میدیم. وقتی از روبرو در محل برش رو نگاه کنیم، پوست پرتقال رو در دورش میبینیم. در این تصویری که داریم دانه های نشاسته رو داریم. لوپ های پرتقال رو میبینیم. در این تصویر پروتئین ها هستن و یک محور سفید در وسط پرتقال میبینیم که همون پروتئین های متراکم هستن. بنابراین در یک جمله ساده میتونیم بگیم دانه های پیرنوئید محل تمرکز ذرات نشاسته روی مغز پروتئینی هستن. اما بیایم شکل سمت راست رو با هم بررسی بکنیم. اولا چند تا نکته تو این شکل هست. اولا اینکه برشش طولیه. پس در برش طولی دانه پیرنوئید به این صورت دیده میشه. نکته دیگه توجه کنیم به محل دانه پیرنوئید. در این تصویر میبینیم دانه پیرنوئید روی کلروپلاست، نه توی کلروپلاست. پس میتونیم بگیم در بعضی جلبک ها دانه های پیرنوئید بر روی کلروپلاست چسبیده، بر روی کلروپلاست یعنی به سمت سیتوپلاسم. این محل سیتوپلاسم، جایی که دانه پیرنوئید به اون سمت قرار گرفته سیتوپلاسم ما هستش. نکته دیگه که میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم اینه که به بزرگی دانه پیرنوئید توجه کنید. در این تصویر میبینیم اندازه دانه پیرنوئید نسبت به اندازه کلروپلاست، چقدر اندازه دانه پیرنوئید درشت هستش. برای اینکه بررسی بیشتری داشته باشیم در مورد محل تمرکز رنگیزه ها، باید از میکروسکوپ کمک بگیریم. بررسیمون رو با میکروسکوپ نوری شروع میکنیم. وقتی که کلروپلاست رو با میکروسکوپ نوری بررسی میکنیم، یه سری دونه های عدسی شکلی در داخل بستره کلروپلاست استروما میتونیم ببینیم. به این دونه های عدسی شکل گرانوم میگیم. پس
گرانوم ها دانه های عدسی شکلی هست که در بستره استرومای کلروپلاست وجود داره. بررسی رو با همین میکروسکوپ نوری ولی از نوع فلورسانس انجام میدیم. توجه کنیم با میکروسکوپ نوری فلورسانس درشت‌نمایی اضافه نمیشه، درشت‌نمایی همونه، ولی یه نکته ای رو میتونه میکروسکوپ فلورسانس به ما اضافه کنه. فلورسانس در محل گرانوم بیشتر از استروماست. چه نتیجه‌ای به ما میده؟ این که محل تمرکز رنگیزه ها در گرانوم های کلروپلاست هستش. پس یه پله اومدیم جلوتر در مورد اطلاع در مورد محل تمرکز رنگیزه ها. با میکروسکوپ نوری بیش از این دیگه نمیتونیم اطلاعات به دست بیاریم. پس قدم بعدی بررسی با میکروسکوپ الکترونی هست. یه پله اول آماده سازی داریم برای اینکه بتونیم مشاهده کنیم با میکروسکوپ الکترونی. اول باید تثبیت کنیم، بعد قالب گیری کنیم و بعد برش گیری کنیم و بعد مشاهده رو داشته باشیم. تثبیت با اسمیک اسید انجام میشه، قالبگیری با متاکریلات بوتیل انجام میشه و برشگیری با میکروتوم رو خواهیم داشت. بعد از اینکه آماده سازی رو انجام دادیم، مشاهده رو بررسی رو با میکروسکوپ الکترونی انجام میدیم. نتایج نشون میده که اولا 2 شام دور کلروپلاست رو احاطه کرده که مجموعاً میگیم پوش کلروپلاستی. یه شامه بیرونی داره، یه شامه درونیه. در واقع شامه بیرونیه یه فضای بین 2 شامه و شامه درونی داریم که مجموعاً بهش پوش کلروپلاستی گفته میشه. دیگه چی؟ گرانوم ها خودشون ظاهرا عدسی شکل بودن ولی خودشون از یه سری کیسه هایی تشکیل شدن که این کیسه های تخت عدسی شکل تشکیل شدن که رو هم دیگه مجموعاً اجتماعاتی رو به وجود میارن که اون اجتماعات رو گرانوم مینامیم. بنابراین خود گرانوم از مجموعی از کیسه های تخت تشکیل شده. پس یه قدم رفتیم جلوتر. محل تمرکز رنگیزه ها تیلاکوید های گرانوم های کلروپلاسته. با توجه به اهمیت تیلاکوید ها، موضوع بعدی که میخوایم مورد توجه قرار بدیم وضعیت این تیغه های فتوسنتزی در گروه های مختلف موجودات فتوسنتز کننده هستش. اول در گیاهان عالی. گیاهان عالی کلروپلاست در تمام طول به وسیله یه ساختمانای تیغه‌ای که از عناصر موازی با هم تشکیل شدن اشغال شدن. این همون منظور همین تیلاکویدها، لاملها، تیلاکویدها هستش. این تراکم این تیلاکویدها با همدیگه دانه‌های گرانوم رو به وجود میارن. مجموعاً دانه‌های گرانوم رو به وجود میارن که میتونن با میکروسکوپ نوری این گرانوم ها رو ببینن. تصویری از کلروپلاست رو داریم. پوش شامه بیرونی، شامه درونی، فضای بین 2 شامه، مجموع این 2 پوش کلروپلاستی رو تشکیل میده. تیلاکوئیدها یا لامل ها رو داریم که اینا روی همدیگه قرار میگیرن، کیسه های تخت شده با همدیگه گرانوم رو به وجود میارن. مجموع گرانوم های کلروپلاست رو گرانا میگن. دانه های نشاسته درشت رو میبینیم، همون دانه های پیرنوئید رو میبینیم. توجه میکنیم در درون کلروپلاست DNA وجود داره، ریبوزوم وجود داره. DNA حلقوی شبیه DNA پروکاریوت ها هستش. ریبوزوم هایی هستش باز شبیه ریبوزوم های پروکاریوت با ضریب تحت نشست 70S هستش و دانه های شناور لیپید رو میتونیم مشاهده بکنیم. پس اجزای مختلفی که در درون کلروپلاست هست رو من میتونم در این تصویر ببینم. توی جلبک های سبز شبیه گیاهان عالی هست با این تفاوت که این گرانوم ها سطوح خارجی نامنظم تری دارن.
یعنی چی؟ یعنی این تیلاکوئید هایی که من تو این تصویر میبینم همه خیلی یه اندازه و یه دست رو هم دیگه قرار گرفتم، بنابراین گرانومی که اگه من ببینم یه دست و یک نواخت، دیگه تو جلبک سبز این تیلاکوئید ها کوتاه بلندن، بنابراین سطوح خارجی گرانوم ها در واقع برجسته فرو رفته تر دیده میشه، سطوح خارجیش نامنظم تره، ولی شکل کلی در جلبک های سبز و گیاهان عالی شبیه همدیگه هست. نکته که الان هم با توجه به این شکلی که اینجا دیدم میتونم همینجا ذکر کنم، این که کلورپلاست تنها اندامکی هستش که 3 تا فضای مجزا داره. یکی استروما هست، یکی فضای بین 2 تا شامه هست و یکی فضای درون تیلاکوئید یعنی روزن یا لومن هست. پس 3 تا فضای مجزا میبینم. تو تصویری که داشتم کامل این 3 تا فضای مجزا رو میتونستم تشخیص بدم. بیام سراغ جلبک های قهوه‌ای. شکل رو نگاه کنم، با توجه به این شکل دوم رو نگاه کنم، باز هم تیلاکوئید ها رو هم قرار گرفتن. شکل خیلی شکل شماتیک و ساده ای هستش ولی پیام داره این شکل. من میبینم تیلاکوئید ها رو هم دیگه قرار گرفتن، گرانوم ها رو به وجود آوردن، ولی نکته ای که در این شکل وجود داره چی هستش؟ که در واقع گرانوم ها از دستجات ستایی تیلاکوئید ها تشکیل شدن، یعنی در هر گرانوم 3 تا تیلاکوئید وجود داره که در تمام طول به هم دیگه متصل شدن. پس هر گرانوم از 3 تا تیلاکوئید تشکیل شده. اما تو جلبک قرمز شکل 3 رو نگاه کنید. تیلاکوئید ها رو میبینم ولی هیچ اتصالی بین تیلاکوئید ها نمیبینم. به عبارتی وقتی که این تصویر رو میبینم متوجه میشم من گرانومی ندارم. در جلبک قرمز گرانوم وجود نداره. تیلاکوئید ها به طور شناور و پراکنده در استرومای کلورپلاست، استروما بستره کلورپلاست وجود دارن، یعنی شناورن در استرومای کلورپلاست. اما جلبک سبزابی یکی از اون 2 موردی بود که چند دقیقه پیش گفتیم این دوتا رو بذاریم کنار، بجز این 2 تا در بقیه. به خاطر داریم که اینها رو در شروع بحث جدا کرده بودیم، حالا همینجا توجه بکنیم با توجه به همون تاکید که جلبک های سبزابی کلورپلاست ندارن، گرانوم هم ندارن، اما تیلاکوئید دارن که شناور توی سیتوپلاسم یاخته. پس در جلبک های سبزابی نداشتن کلورپلاست به معنای نداشتن ساختمان تیغه‌ای نیست. تو این جلبک ها یه تیغه فتوسنتزی شناور داخل سیتوپلاسم. توجه بکنم، ببین همین مسئله است که جلبک های سبزابی رو قرار داده بین 2 گروه پروکاریوت و یوکاریوت. یادم هست که تفاوت یاخته یوکاریوت و پروکاریوت در چی بود؟ در یاخته های یوکاریوت من کده‌بندی کامپارتیمنتیشن داخلی دارم، اندامک های شامه‌دار دارم، در حالی که در یاخته های پروکاریوت اندامک های شامه‌دار وجود نداره، یعنی هیچ جدایی فضایی در داخل یاخته من نمیبینم. حالا جلبک های سبزابی تمام ویژگی های یاخته ایشون شبیه پروکاریوته، اما تیلاکوئید داره. تیلاکوئید چیه؟ یک کیسه است. حالا به شکل‌های مختلف فرق نمی‌کنه، یه فضایی رو مجزا کرده از سیتوپلاسم. همین عامل هستش که به همین دلیل هستش که جلبک های سبزابی رو حد واسط گروه پروکاریوت و یوکاریوت میگن. پس کلورپلاست نداره، گرانوم نداره، اما تیلاکوئید داره و تیلاکوئید شناور در سیتوپلاسم یاخته. اما برسیم به مورد دومی، باکتری فتوسنتز کننده. توی باکتری هایی که قادر به انجام فتوسنتز هستن من قطعا کلورپلاست ندارم چون جز اون 2 گروه بود.
گرانوم هم ندارم. تیلاکویدم قطعا ندارم، برای اینکه دیگه قطعا باکتری فتوسنتز کننده پروکاریوته، هیچ کده‌بندی نمیتونه داشته باشه. تمرکز رنگیزه دارم، بله باید داشته باشم، نمیتونه رنگیزه ها متمرکز نباشه. پس تمرکز رنگیزه دارم. کجا متمرکز شده؟ یکی اطراف حفراتی به نام کروماتوفور و دیگه اینکه شامه سیتوپلاسمی آغشته شده به این رنگیزا. ببین وقتی میگم حفراتی تصور باز قشا براتون نره، یعنی اینجوری نباشه که فکر کنی یه قشایی اینجا وجود داره، یه مرکز تجمعه. مثالی که میزنم این که در نظر بگیرید میخواین نبات درست کنین، نخ نبات اون مرکز تجمع، کروماتوفور یه در واقع انگار رنگیزای فتوسنتزی اطراف یه مرکز تجمعی جمع شدن، یه شکل شماتیکی برای کروماتوفور ترسیم کردن که در واقع در این کروماتوفور محل تمرکز این رنگیزه ها در واقع رنگیزه های فتوسنتزی هستش. در واقع دانای کروماتوفور ترسیم کردن اینا، حالا کمپلکس ATP سنتاز هم گذاشتن رو یه تصویری رو رسم کردن. خب تا اینجا فهمیدیم که محل تمرکز رنگیزه ها توی تیلاکویده. پس اول گفتیم کلوروپلاست، پله بعدی رفتیم گفتیم گرانوم های کلوروپلاست، پله بعدی فهمیدیم در تیلاکوئیدهای گرانوم های کلوروپلاسته. اما سوال بعدی این که کجای تیلاکوئیدها؟ عامیانه بگیم روش یا توش، یعنی داخل تیلاکوئید شناوره، داخل لومن شناوره، یا در قشا وجود داره. خب با توجه به اطلاعاتی که از جلسات قبل داشتیم، با توجه به ویژگی های رنگیزه ها به خصوص کلروفیل نمیتونه شناور در محیط آبی باشه، چون خاصیت فلورسانس خودش رو از دست میده. بنابراین باید در ساختمان قشا باشه. پس با توجه به ویژگی دو قطبی بودن کلروفیل، سر قطبی داره دنباله غیر قطبی، تو محیط آبی حالت میسل پیدا میکنه، شکل توپ پیدا میکنه، سرای قطبیش دو طرف میره، اطراف میره، دنباله های غیر قطبیش وسط میشه و در این حالت خاصیت فلورسانس خودش از دست میده، نمیتونه تو محیط آبی باشه. پس کجاست؟ در قشا میتونه این حالت آرایش پیدا بکنه. پس محل تمرکز رنگیزه ها در قشاء تیلاکوئید های گرانوم های کلوروپلاسته. بررسی بعدی ما با توجه به این صحبت هایی که گفتیم بررسی شامه تیلاکوئید هستش. بررسی شامه تیلاکوئید تکنیکی که مورد استفاده قرار میگیره تکنیک یخشکستگی هستش. در تکنیک یخشکستگی در واقع دما رو به طور ناگهانی میبرن پایین تر از منهای 70 درجه. بعد با یه تیغه های خیلی ظریف و نازکی ضربه میزنن به قشا. من میدونم که همه شامه های زیستی از جمله شامه تیلاکوئید از 2 نیم شامه تشکیل شده. پس این 2 نیم شامه از هم جدا میشن و دونه هایی که در درون شامه هستن سوار بر این نیم شامه ها جدا میشه. بررسی این دونه ها یه درون شامه‌ای ما رو میتونه به اطلاعاتی نزدیک کنه. در شامه اطراف کلوروپلاست، پوش کلوروپلاستی، دانه های درون شامه ابعادی مثل بقیه شامه های یاخته ای رو دارن، یعنی دانه هایی به قطر 80 آنگستروم هستن. در حالی که در شامه تیلاکوئید دونه ها مشخصات دیگری دارن که من میتونم 2 نیم شامه رو از همدیگه تشخیص بدم. یه سری
دونه‌های کروی شکل وجود داره که قطرش 80 تا 100 آنگسترومه که وقتی که ضربه میزنم جدا میشه سوار بر نیمشامه پروتوپلاسمی، یعنی نیمشامه‌ای که به طرف استروماس جدا میشه. یه سری دونه‌های دیگه‌ای داریم، دونه‌های بیضوی، قطر 120 تا 160 آنگستروم دارن. این سوار بر نیمشامه اگزوپلاسمی جدا میشه، یعنی نیمشامه‌ای که به سمت لومن هست به اون سمت جدا میشه. شکستگی شامه تیلاکوئید به 2 تا نیمشامه تحت تاثیر انجماد سریع صورت میگیره. این شکستگی نشون میده نه تنها از نظر نوع دونه‌های مربوطه، بلکه از نظر تراکم این دونه‌ها هم یه عدم تقارنی در شامه تیلاکوئید وجود داره. تو اسفناج مثلا بررسی کردن تو نیمشامه پروتوپلاسمی، یعنی اون نیمشامه که به سمت استروماست، 3500 تا دونه و در نیمشامه اگزوپلاسمی 600 تا دونه وجود داره در هر میکرومتر مربع، یعنی تعداد دونه ها متفاوت هستش. نوع دونه ها هم متفاوت هست که حالا ما خیلی وارد این مباحث نمیشیم. در تصویر میبینیم دونه های کروی و بیضوی که در غشای تیلاکوئید وجود دارن. وقتی که شکسته میشه به 2 تا نیمشامه، یه سطح روزنی هست، سطح که به سمت لومن یا روزنه، یه سطح استرومایی به سمت استروما هستش. اون سمتی که به سمت استروماس میگم نیمشامه پروتوپلاسمی، اون سمتی که به سمت لومنه میگم نیمشامه اگزوپلاسمی. دونه های کروی سوار بر نیمشامه پروتوپلاسمی جدا میشن، دونه های بیضوی سوار بر نیمشامه اگزوپلاسمی جدا میشن. پس تا اینجا ما فعلا یه بررسی اولیه در مورد شامه تیلاکوئید داشتیم. بررسی پیشرفته تر اینه که حالا با دقت بیشتری به اجزای دقیق موجود در شامه تیلاکوئید بپردازیم که میشه موضوع بحث جلسه بعدی.